سلام عرض کردم. ارادتمند شما موشکافم، فوق تخصص در زمینه شکاف‌های نظام ولایت. امشب میخوام با اجازتون ادامه داستان بهشت شلاقی عظما و جاده صافکنی جهنم توسط شیخ پری رو موشکافی کنم. عجب داستان کشداری شد این داستان. خب البته خبررسانی شد، مطبوعات دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدم قضیه را. قضیه کش اومده، بدجوری هم کش اومده. بعد از این که شیخ پری 2-3 لگد بنفش گذاشت تو پک و پهلوی باند ولایت، رأس سوم لاریجانیا یعنی ممصادقشون هم مجبور شد به صحنه بیاد و میزان جرخوردگی عوای ولایت رو در معرض دید جهانیان قرار بده. پس کار دولت ها میشه کار حد اقلی. این که حالا ما با زورم به بهشت نبریم یه قدیم از اینجا استفاده میشه ها. تز لیبرالی همینو میگه اصلا دولت ها چیکار دارن که مردم کجا داره میرن، فقط باید کاری کنن که هر کسی راه خودش رو بره. به تعبیر اونها میگن the path of life، یعنی اون مسیر زندگی که هر کسی داره میره او رو به دنبال کنه. دولت نقشی نداره. تز نیوترالیتی یا بی‌طرفی همینو میگه دولت بی‌طرفه، نه این طرفو باید بگیره در حیث ارزش نه اون طرف را. دولت ها باید فقط کاری بکنن که هر شخصی مسیر خودش رو دنبال کنه. این بنیان مدرنیته داره و بنیان لیبرالی داره این حرف. به پس رئیس جمهوری که ولی فقیه تنظیمش کرد بنیان لیبرالی داره ها. اگه تز این یارو نوترالیته که دیگه باید فاتح نوارتالی نظامو بخونیم که یعنی با این حساب پتاف لایف ولایت زهرمال شده. ما فرزندانمون میگذاریم پای ماهواره میشینن، پای اینترنت کار میکنن، با موبایل بازی میکنن تا نیمه شب، بعدم میخوایم سحر بلند شن، بعدم میخوایم اهل ذکر حق تعالی باشن، میخوایم نحوه حیاتمون رفتارمون اسلامی باشه. خب نمیشه همچین چیزی. آها، پس تو هم آبل مرغون فرهنگی گرفتی ها. پس بگو چرا بعد از این همه مدت رفاقت خودتو داشت علیت با شیخ پری حالا اومدی داری زیرابشو میزنی؟ ترست از رخنه فرهنگیه ها؟ میترسی دار و ندار عظما از دست بره؟ و اگر خدا نکرده دفاع نبود دوچار اختلاف و مشکلات شدیم، از دست ما همه چیز میره، به خدا نیاورد چنین روز رو. کجای کاری تو شیخ ابوالمامود؟ مگه الان چیزی دست ولی فقیهته که تو نگرانی از دست بره؟ بابا نظام مثل باغ وحشی شده که در قفساشو وا کرده باشی. میمون از این ور میپره دوب گورخر رو میکشه، خرچنگ گلوی اسب آبی رو گاز میگیره، گاو میشم بوزینه رو لگد میکنه. خلاصه خر تو خریه. سیدعلی پشت گوششو ببینه افسار نظامش رو هم تو دستش میبینه. وضعیت بدتر میشه که بهتر نمیشه. میگی نه ببین این خط اینم نشون.